سلام دوستان، وقتتون بخیر باشه. تارا روزبهانی هستم. یه معرفی کوتاهی از خودم میدم. 17 سال حدوداً تجربه کار با کودکان رو داشتم. در واقع توی یه مدت کوتاهی توی وزارت دارایی بوده که کار کردم، بعد دیگه اونجا ادامه ندادم و سابقه کار توی کانون زبان ایران، مدرسه پیشتازان کامپیوتر ایران و سوپروایزر ارشد آموزشی توی آموزشگاه سفیر و سابقه کار با شرکت ها و حالا خیلی مطالب دیگه و جاهای دیگه که بوده. امروز میخوام راجع به کلاس کودکان باهاتون صحبت کنم. یکم موزله‌ایه که من همیشه مخصوصا زمانی که خیلی تعیین سطح میگرفتم به عنوان معاون آموزشی و در واقع کلاسایی که خودم داشتم باش مواجه بودم، میخواستم باهاتون در میون بذارم، چون میدونم که تابستون بعد مهر ماه خانواده‌ها میخوان بچه‌ها رو کلاس زبان بذارن حتما، چون به هر حال یه مطلب خیلی مهمه و دوست دارن که بچه‌ها در واقع وقتی به دوره راهنمایی میرسن و دیگه کلاس در واقع از دوره پایه هفتم به بعد زبان رو دارن یک تسلطی داشته باشن. مطلبی که میخوام راجع بهش صحبت کنم این هستش که بهتره که شما قبل از 7 سالگی واقعا تا جایی که میشه بچه‌ها رو کلاس زبان نفرستید. علتش چیه؟ علت اینه که درسته، ببینید ما 4 مهارت زبانی داریم. مهارت اسپیکینگ داریم که صحبت کردن هستش، مهارت لیسنینگ داریم که بچه متوجه بشه چی داره میشنوه که در همون راستا در واقع جواب بده. مهارت ریدینگ داریم که خوندن هست و اینکه درک کنه اون مطلبو، و مهارت رایتینگ داریم که نوشتنه. خب شما وقتی بچه‌ها رو قبل 7 سالگی میفرستید روی مهارت مکالمه و مهارت شنیداری خوب کار میشه. یعنی اگه جای مطرحی باشه، جای خوبی باشه، حتی اگه یک معلم خصوصی دلسوز باشه، روی این 2 تا مهارت کار میشه. چه مشکلی میمونه؟ اون 2 تا مهارت ریدینگ و رایتینگ، یعنی خوندن و نوشتن بچه. یکی از دلایلش اینه که بچه هنوز نمیتونه مداد دستش بگیره که بخواد این کار رو انجام بده. خوندن براش سخت میشه و معمولا انرژی صرف اون 2 تا مهارت میشه. مشکل چیه اینجا؟ درسته که خیلی قشنگه بچه شما میتونه یه سری کلمه رو با یه تلفظ خیلی خوب بگه، ولی شما وقتی بچه‌ها رو میفرستین از 7 سالگی کلاس که نوشتن رو یاد بگیره، توی تعیین سطح قاعدتاً تو سطوح خیلی پایین‌تری ناچار ادامه بده و وارد یک کلاسی میشه که سطحش از سطح بچه‌ها از نظر صحبت کردن، از نظر متوجه شدن خیلی بالاست، ولی بعد بشینه تازه ABCD یاد بگیره یا مثلا بخواد تازه سعی کنه یه سری کلمه‌های خیلی راحت رو بخونه که این میتونه باعث سرخوردگی بچه بشه. دلیل دیگه ای که داره، من حتی جاهایی میگم که بهتره واقعا یه خورده